روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ تماشا دارید. در تخمیناً 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از سوختار در منطقه کولاب، نظری سازمان ملل درباره حمله‌های طالبان افغان که به جنایت‌های حربی شباهت داشتند، مشکل معاش مهاجران کاری که قسماً حل شده است و سازش ستاره فوتبال لیونل مسی با دسته فرانسوی پاریس سن ژرمن خبر می‌دهیم. تابستان سال روان در گوشه‌های زیادی عالم فوق‌العاده گرم و خشک آمده است و اخبار درباره سوختارها پیوسته نشر می‌شود. دیروز در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا اطلاع نشر شد که سوختارهای یک ماه اخیر در این استان 954 بنا را کاملا از بین برده‌اند. هواشناسان میگویند هفته روان در کالیفرنیا باران پیش بینی نمی شود. همین گونه سوختارها تنها در جمهوری یاقوتستان روسیه 122,000 هکتار جنگل را فرا گرفتند و در این گوشه روسیه وضع فوق‌العاده اعلان شده است. اخبار درباره سوختارها از ترکیه، الجزایر، یونان و چندین گوشه دیگر عالم به طور منظم پخش می شود. شام دیروز خبرنگارمان در منطقه کولاب محمود جان رحمتزاده با ما در تماس شده خبر داد که شاهد سوختار می باشد و تنها چند کشاورز تلاش دارند آن را خاموش کنند. در شاهراه خاولین کولاب یک قسمت زمین و جنگلزار آتش گرفته است و چند گوچران تلاش دارند که این علنگه آتش را در این میدان خاموش کنند. یک هکتار زیاد سوختگیه. یک هکتار زیاد سوختگیه. علنگه آتش هم حدود 1 یا 2 هکتار زمین را الکی زیر کرده است و آتش پهن شده رفته ایستاده است. تا کنون از خدمات آتش نشانی برای خاموش کردن این علنگه آتش به اینجا حاضر نشدند. تشکر از محمود جان رحمتزاده. واقعا کار خبرنگار هم مثل آتش نشان هاست. حتی در روزهای رخصتی هم خبرنگار واقعی دیده و شنیده‌اش را به بینندگان میرساند. ما منتظر تفصیلات بیشتر و زیان از این سوختار خواهیم بود. فرمانده حوزه یا خود اوکروگ مرکزی نیروهای مسلح روسیه الکساندر لاپین میگوید اسلحه نوی که در تمرین‌ها استفاده شد در پایگاه نظامی 201 نیروهای مسلح روسیه مستقر در تاجیکستان باقی میماند. صبح 10 اوگوست در رزمایشگاه حرب میدان قبادیان واقع در تخمیناً 20 کیلومتری مرز با افغانستان مرحله پایانی تمرین نیروهای تاجیکستان و روسیه و ازبکستان با استفاده اسلحه نو روسیه برگزار شد. هدف از این تمرین‌ها سنجش نیرو و هماهنگی نیروهای نظامی 3 کشور برای مقابله با تهدیدها از افغانستان گفته شد. هنگام تمرین وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا گفت مشق با نظرداشت وضع افغانستان برگزار شده است. در این عملیات نظامی 25 چرخبال و هواپیماهای جنگی، 500 تکنیک زرهپوش حربی، افتا-ماشین‌های مخصوص زرهپوش و دیگر مهمات جنگی استفاده شد. طالبان به اشغال مرکزهای ولایت‌های افغانستان جنگ زده ادامه می‌دهند و در همین حال ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد جانب‌های افغان را به سازش صلح تشویق کند. اتحادیه اروپا باشد امکان کمک به این منطقه در صورت سرازیر شدن پناهندگان را ارزیابی می‌کند. روز 10 اوگوست طالبان 8مین مرکز ولایت شهر پول خمری ولایت بغلان را تحت تصرف قرار دادند. پیش از آن خبرنگاران رادیوی آزادی اطلاع دادند که روز سه‌شنبه طالبان بناهای کلیدی شهر فراه مرکز ولایت فراه را زیر نظارت گرفتند. خبرگزاری آلمانی دپا نوشته است وضع امنیتی شهر مزار شریف که با 5 میلیون اهالیش 4مین شهر بزرگ افغانستان به شمار می رود باعث تشویش است. سازمان ملل متحد از آن نگران است که احتمال در جریان اشغال منطقه ها طالبان به جنایت های حربی در نسبت اهالی ملکی راه دادند. روینه شمدسنی سخنگوی اداره حقوق بشری سازمان ملل میگوید سر از 9 ایول تنها در 4 شهر افغانستان لشکرگاه، قندهار، هرات و قندوز کمش 183 فرد ملکی به قتل رسیده
1181 کسی دیگر و از آن جمله کودکان جراحت برداشتند. روز 10 اوگوست اتحادیه اروپا ابراز داشت که در داخل افغانستان کمش 400,000 نفر به ترک مکان زیست دائمی خود مجبور شدند. بر اساس سازش ایالات متحده آمریکا تا آخر ماه نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کشد. در جواب طالبان افغان عهدهدار شدند که هنگام بیرونشوی به نیروهای خارجی حمله نمی‌کنند. ولی طالبان تا هنوز آتش‌بس با حکومت را قبول نکردند. دیروز پیوندان 2 متهم در قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون با رادیوی آزادی در تماس شده ادعا کردند که نزدیکان آنها بیگناه هستند و زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی مسئولیت این قتل را بر دوش گرفتند. خاطر نشان میکنم که وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده روز 4 اوگوست ضمن نشستی مطبوعاتی گفت آنها فقط گمانبرند، تفتیشات دوام دارد. جسد اهل‌دین محمدов ساکن ناحیه جیهون را با 3 فرزندش با نشانه‌های ظاهراً ضربه کارد و داس صبح 12 ایون در منزلش پیدا کردند. همسر و یک پسرش در حالت بیهوشی در بیمارستان بستری شدند. همکارانمان در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند و به احتمال زیاد تفصیلات آن را در نشر اخبار آزادی تقدیم می‌کنیم. چند پیش با کمک نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بیش از 3 میلیون روبل روسی مزد مهنت مهاجران مهنتی از جانب کارفرمایان پرداخت شد. دفتر مطبوعاتی وزارت نوشته است 24 مهاجر کاری از تاجیکستان که در یکی از شرکت‌های ساختمانی در شهر مسکو کار می‌کنند نمی‌توانند معاششان را که به بیش از 6 میلیون و 200 هزار روبل روسی برابر است سر وقت بگیرند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگوید مهاجران بدون قرارداد مهنتی فعالیت دارند و معاش نهایی آنها بعد انجام کار پرداخت می شود. در هر صورت بعد دخالت 3 میلیون روبل روسی معاش مهاجران تاجیک پرداخت شده. کارفرما وعده داده است که به مبلغ باقی مانده را هم به زودی دسترسی کارگران خواهد کرد. خبر دیگر این است که در چارچوب سفر وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شیرین امانزاده به تاشکند، تاجیکستان و ازبکستان 2 سند را در رابطه به همکاری در ساحه شغل به امضا رساندند. یکی یادداشت درباره همکاری وزارت‌های مهنتی 2 کشور و دیگری سند همدیگر فهمی پژوهشگاه‌های مربوط به ساحه مهنت و شغل اهالی 2 جمهوری میباشد. دو آموزگار مکتب رقم 60 ناحیه استراوشن در رابطه به مرگ 4 شاگردشان بازداشت شدند. دادستانی شهر خوجند آنها را در حادثه غرق شدن نورسان هنگام شناوری جوابگر می‌داند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 10 اوگوست به رادیوی آزادی گفت ضد این 2 معلم با گمان رساندن به مرگ از بی‌احتیاطی پرونده باز شده است. این عیبنامه از 2 تا 5 سال زندان و محروم ساختن از حقوق اشغال منصب‌های معین را پیش بینی می‌کند. آموزگاران زیاده از 20 شاگرد خود را به سیاحت خوجند آورده به نظارت ماندند و 4 نفر آنها هنگام آببازی غرق شدند. این نورسان 16 ساله بختیار کریمقولوف، صدرالدین کریموف، لذیذبک خیدیروف و اصیلبک محمد ایسایف را پس از چند ساعت جستجو یافته روز 8 ایول در دهه نیجانی شهر استراوشن به خاک سپردند. و روز 10 اوگوست لیونل مسی سازش امضا کرده به دسته فوتبال پاریس سن ژرمن گذشت. همین طریق دوره هنرنمایی این ستاره بزرگ فوتبال در دسته بارسلونا خاتمه یافته دوره نو در فرانسه آغاز می‌یابد. به قول مسئولان پاریس سن ژرمن مسی سازش 2 ساله امضا کرده است و اگر جانب‌ها مخالفت نکنند سازش امکان دارد باز برای 1 سال دیگر تمدید یابد. از این بیش درباره سازش تفصیلات تقدیم نشد ولی یک شخص آشنا با وضعیت
به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مسی 34 ساله سالانه 34 میلیون یورو کسب خواهد کرد. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 11 اوگوست بانک ملی 1 دلار را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 26 درم مقرر کرده است. قرب 1000 روبل روسی به 153 سومانی و 40 درم برابر شد. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.